این بنده خدایی که دارید توی تصویر میبینید توی این ویدیو توی ارتفاعات بالا میره ویدیو میگیره و بلاگیری میکنه. این دوست عزیزمون به اسم میلاد کرمی که این ویدیوش توی اینستاگرام خیلی وایرال شده و خیلی ها فکر میکردن که با هوش مصنوعی این ویدیو رو ساخته. باید بگم که اصلا اینجوری نیست، واقعیه و توی این ارتفاع واقعا رفته و فیلم گرفته. واقعا ترسناکه اون جایی که رفته، نگاش هم ترسناکه، چی برسه که خودت بری اونجا. میلاد کرمی وقتی فهمید که مردم فکر کردن که با هوش مصنوعی کلیپ رو ساخته، دوباره میره تو اون ارتفاع، دوباره کلیپ میگیره، توی صفحش پست میکنه و توی این کلیپی که دارید میبینید همونجاست و کاملا واقعیه. درود به شرف میلاد کرمی عزیز، این پسر کرد و شجاع. به افتخارش این ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت خوشگل هم به افتخارش بذارید که پشمای همه ما ریخته از کارهایی که داره میکنه. از تانچی نباش. امروز یه لباس جنس تیوب پوشیدم، بارونم اومده، یه جای خیلی صاف و یه از ترس اومد، جای خیلی صافی هم بارون داره میاد. باتون خالی نگاه کجاییم، نگاه علم میفتم. بچه ها خودتونو بگیرید.